سلام دوستای گلم، امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. امروز با بچه‌ها اومدیم بازار بزرگ شهر رشت رو بهتون نشون بدم که داخل میدون شهرداری خیابون امام خمینی واقع شده. بریم بهتون نشون بدم که این بازار چقدر بزرگه. به چند تا قسمت مختلف تقسیم شده. هر قسمتش هم چیزای مختلفی میفروشن. بازارگانی شد. یه قسمت ماهی، یه قسمت میوه، یه قسمت چیزای محلیش. حالا با هم میریم میبینیم. قناه اسلام برسم دو با هم میگفتن فکر کنم اون طرف رفته این طرف برگشت. ما داریم اشتباه میریم. خب ببینیم. اما کلو بگی بالای 3 کیلو بوده. نون محلیشه. یادم اون چیزا افتادم، ماسوله گرفته بودیم. نگه نیلوفر ماسوله چی میخواد؟ میخواستم بگم برای میخواستم بگم برای خونه بگیریم. درسته من اینا رو زیاد دوست ندارم ولی شما میتونید بخرید. رشته خوشکارم اینجا داره، یعنی تو این بازار همه چی هست جز داروی مرگ. همه چی داره. اینجا هم رب انار و روغن زیتون و آب انار، هر چیزی که محلی باشه رو داره.
آفرین بابا. Hadi ama personelde isteyen diye mi? بابا نیفتم برای خونه ها کنم میرن ماهی فروشیه؟ این که میشه سمت میوه فروشی هست. این سمت میوه فروشی، این سمت ماهی فروشی. ترجیح میدم این سمت. Bitte Balti, bitte Balti, bitte Balti. Bitte Balti, bitte Balti. خیال گوجه بدم کرد. اینا همون ظرفاییه که توش غذا درست میکنیم. توی رستوران هم کباب تو همینا میذاریم. کرفس مشتاق متنفره از کرفس. بچه داریم میریم سمت ماهی فروشی به خاطر شما فقط، یعنی من علاقه به این سمت ندارم.
40 تومن 40 نه نه عالی نفسم گرفته نفسم گرفته 80 تا 100 تومن 80 تا 100 80 مایی 80 تا 80 اینو دوست داشتم بگیرم. چی رو؟ بالنگ چیه؟ ولی الان اصلا نمیتونم وایستم. چی داره؟ اینقدر ما چیز خورده تازه زایمان کرده است. آخه گناه ندارم اینجوری کرد. زنده است. نفس اینجوری هم دو نفس آخرشو میزنه. مغازه خوشم میاد. چه باحاله. چه باحال. رب انجیره، رب تمشک. به حال صنعت شمالی محصولات طبیعی ببرید. نیلوفر گوشی تا خودش نمیزه. Sabir! Neydi aksini sucuğu mu? Bir! اینم وسیله های سنتیشه. اون خونه رو نگاه کنی، ماکتش رو درست کردن. بیا از این ور میخوای بری. اونم برگ سیر محلی که باهاش سیر بابیج و سیر قلیه درست میکنیم. اگه بذارم Jayı diyor, Darya'yı. Sonra. بچه‌ها این قسمت بازار خوراکیاش تموم شد دیگه. از اونجا لباس و طلا فروشی شروع میشه و اینکه اگه بخوایم واقعا وقت بذاریم با حوصله بگردیم یه 2-3 ساعتی زمان میبره واقعا. ولی من خیلی سریع فقط برای شما فیلم گرفتم. اسلایم یه بار اینو گرفته بودن، بعدم مشتاق آمد شوخی زد چسبید به یعنی دیگه دیوانه شدم. دفترچه هاش خوشگله.
کی بگه باید ببریم باشگاه. ای خدا. هر چقدر لنگو بخواد برات میخرم نیلوفر. هر چقدر لنگو بخواد داشت میخرم. نه اینجا نه اونجا. اون طرف. میگه اون طرف میده طلا فروشیاش از اونجا شروع میشه. کدوم اینه که چیز؟ برنج و دوشاب میفروشه؟ الان چند ساله؟ الان مشتاق بود اون بزرگترینشون میخواست. این برنجک نیست که نیلوفر، این کنجده، همونی که نیلوفر میگفت خیلی قدیمیه. کنجد و دوشاب با گردو. هم علنگوه هم پلنگی. این انگشتر رو مثلا چیزای ماشین بی ام و بنز و اینا کیا یه تیگو یه تیگو خوب بود نداره. حیف مشتر من که میخواستم برات بگیرم. بچه‌ها این قسمت ما خریدای عروسیمون انجام دادیم. حالا این داخلش کلا برای وسیله‌های عروسی داره، چمدون و قرآن و نمیدونم کارت عروسی و اینجور چیزا. چه اینجوری زرق و برق واقعا شبیه تازه عروسا. میبرم با خیلی هم میگیرن، علاقه دارم. برای من این شکلیه. یه ذره آینش بزرگتره. بزرگتره؟ ولی کلا آینش هم دونم جمع کردم. حتی حولا اونم اینجا این مغازه. خب بریم دیگه. بازار مسکران دیدی اوستا سرا خانم دیدی تلفظش روز اومد. بچه‌ها این خیابون کلا وسیله‌های آرایشی و چمدون و اینجور چیزا داره که آخر این خیابون میخوره به کجا؟ مسکران. متحری و مسکران.
اصلا مسئله است. الان از این جهانی اون چمدون رو دوست دارم بنفشه یاسی ولی زود کثیف میشم. مینی قرآن شد. آخه خیلی گوگلیه کوچولو. بکنم باید خطاش خیلی ریز باشه دیگه نشه خون ذره بی مبر. بچه این سم مگه نیلوفر بذاره من مردون توضیح میده مثل کوچولو ها دیده سما من بریم نوشت افزار رو بهتون نشون بدم. جدی باشید این باید فقط بگیرم بیاییم دستتو بده من. این چه بنفشه ولی قشنگ نیست این مدلش. آهان روی عروس میریزن گل بر. اون موقع چی بود شکلات میخوایم سر از شینیون بینیون. این چی آقا؟ اصله جنبه بازار نداریم اینجوری. هر چیزی بنفشه یا ناخودآگاه تو چشممه. چیه؟ الان بده بگی لطفا دست از این تو چیه؟ من اگه اینو بگیرم مثلا انگشتر نه آخه مثلا چرا با انگشتر رو توش بذاری؟ یا مثلا یه دکمه یه نگین کن اینا آخه وسایل تحریر یا مداد تراش. وای اون موقع من عاشق اینا بودم بچه‌ها. دیگه گنده نمیشه حس وسایل آرایش همون برو نمیده. چرا؟ یه الان دیگه اصل نیست اون موقع است. اینا چیه همون اسلایمه نه؟ یه اینو بگیم بازی کنیم بچه بر اعصاب خوب آرامش اعصاب بیشتر ناراحتی اعصاب میان از دست اینا. چرا؟ بذار ای بگم میچی بودم من دست میزنم. اینجا هم کارت عروسیه. یاد خاطرات هم کنم. این من ندیدم. بیسکویت دیگه دوست دارم. چه باله دفعه چه اصلا دوست دارم وقتی به هم میگه یه کاری انجام نده چون حاجت میده میگه چون حاجت میده و دستیزه. این دفتر خیلی مناسبه بچه ها. نمیدونم اصلا بذاری چی میخوره نمیدونم.
55 تومنه یا 55 عقدی دیگه نمیری درس بخونی. خدای چند بودون؟ 55. اوه چه گرون. کلاس ها ببینن چنده. کلاس هاشون نیاز. این زشته. زشت نیست. بقول محمد دوسته خیلی قشنگه ها. یه خرسه دیگه. اینو بذارم این زیر. اینجوری بریم. نه اونم نیست تو باید غذای منم تو نیلوفر اینجا هم داره اونو جا انگشتری مثل جا پاک کنه دیگه. خب مثلا میتونی کارهای روزانه مثلا بنویسی و تیک بزنی. مثلا این چه سر ما اینجوری بود. یه مداد استدلر بچه‌ها جون ما بازار رشت رو گشتیم، بهتون نشون دادم همه جاشو تقریبا. و اینکه از نظر من اگه اومدید رشت برای مسافرت دلتون خواست سوغاتی بخرید، من این بازار رو بهتون پیشنهاد میدم، چون هم از نظر قیمت هم از نظر کیفیت واقعا عالیه. الان که دیگه بازار رو چرخیدیم میخوایم بریم با بچه‌ها چای بخوریم. با ما همراه باشید همچنان. اومدیم تیکاکا چایی و رشته خشکار بخوریم. کلا اینجا خیلی معروفه و کیفیتش هم خیلی خوبه. فکر کنم بشه از داخلش فیلم گرفت. کاکای شکم پرشه، اینم رشته خشکارش. فعلا که صفه منتظریم، صدامون کنم بیایم بشیم.
از این نان چیزه نه؟ نانش میگه خلفه که شکم پره. آره دیگه همین بهش میگن نان خلفه. بینه به تو. خب بچه‌ها چایمون رو خوردیم، کاکا و رشته خشکارش هم خیلی خوشمزه بود، خیلی راضی بودیم. الان هم دیگه میخوایم بریم خونه. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ولاگ‌های بعدی خدا نگهدار.